در حضور دوستان تئاتر استودیوی عربشو کمپانی گویند سخنهای لطیف خنده هم داروست انسان را تاب و باد میکنند. تشکر جان بختیار جان. اپای نوربیبی خوش آمدید. مهمونان، دوستان، اهل بانوان عزیز و ما میخواستیم که با اهل کمپانیمون بیگاهی در بدم امروزه اشتراک کنیم. صد افسوس که ما حال سیزن توی در دیگر جاییم و امروز که ما بر وقتر سحر در خدمت شما هستیم و میخوایم که این خانواده در لبانشون همه وقت خنده هویدا باشد و آینده یک ساعت معین شود که ما در توی فرزندان همه شهبچه نازنین، در توی نبیره های همه خاندان پدر شهبچه اشتراک کنیم و شخصا از نام خودم، از نام تئاتر استودیوی سازی آوازه‌دار اژدگاران عرب شو کمپانیا، از نام راهبری بدیعی سعدی جان اسماعیلوف که امروز در این صحنه ما جمع آمدیم، از نام حافظه خوش‌آواز اپای نوربیبی جوره و شهبچه و عروس نازنین را تبریک گفته برای آنها تمام خوشی‌های زندگی را آرزو می‌نمایم. بگذار در تلاش زندگی در دستگیری پدر و مادر باشند و خنده در لبان خلق تاجیکستان هویدا باشد. انا میگن که در دنیا سه چیز وجود ندارد: دولت به سیاست، علم به بس، مال به تجارت. لیکن ما مردمی صنعتکار یک چیزگر هم همراه کردگیم، صنعت ما به قرصک صنعت نیست. کنی بانوای عزیز یک قرصک بلند میزنیم و به خاطر خنده های ما و شما عرب شو کمپانیا با صحنه منیژه در خدمت ما و شما. مرحمت.
و یدی چشم و